سگ سفید بزرگترین اشتباه زندگیش رو کرد. وقتی صاحبش با یه چاقوی اسباب بازی داشت سر به سر سگ سیاه میذاشت، سگ سفید رفت و یه چاقوی واقعی آورد، داد دست صاحبش، بعد هم با پنجه به سر رفیق صبورش اشاره کرد. انگار داشت میگفت اگه میخوای بزنی با این بزن. صاحبش همون لحظه فهمید با چه موجود بدجنسی طرفه. تصمیم گرفت یه درس حسابی بهش بده. چند دقیقه بعد یه هندونه بین دستای سگ سیاه گذاشت، با یه تبر کوچیک به هندونه ضربه زد. چون سگ تکون نخورد، صاحبش خواست بهش جایزه بده که سگ سفید طاقت نیاورد. انگار داشت میگفت منم میتونم. صاحبش هم یه گوجه کوچولو بین دستای سگ گذاشت، اما این بار به جای تبر باریک یه تبر گنده تو دستش بود. سگ شیطون وقتی چشمش به تبر افتاد، یه نگاه به گوجه کرد، یه نگاه به تبر، و همون لحظه فهمید که بعضی وقتها بهتره تو کار بزرگترا دخالت نکنه. به نظر سگ سفید حسود بود یا فقط یه دوست خیلی خیلی بد، اما قول داده که اگه شما ویدیوشو لایک و ساب کنید سگ مهربونی بشه. این